شروع رج 7. دوستان من رج 6م تموم شد، بست زدم. روی پای بلند ابتدای رجم یه زنجیره میزنم. شما به هر روشی که راحت هستین به اون روش پای بلند بزنین، یا همون میتونین 3 تا زنجیره رو بزنین، یا مثل من بعد از اینکه زنجیره زدین نختون رو به اندازه یه پای بلند بکشین بیرون، یه بار تاب بدین روی قلاب و دقیقاً از همون جایی که بست زدین نخو میگیرم میکشم بیرون و یه بار 2 تا یکی میکنم، دوباره این هم 2 بار 2 تا یکی. خب حالا دوباره 2 تا زنجیره میزنم، روی پایه بعدی یه بلند میزنم، روی پایه بعدی هم همینطور اول 2 تا زنجیره، روی پایه بعدی یه بلند، 2 تا زنجیره، روی پایه بعدی هم یه بلند، 3 تا زنجیره اینجا میزنم. توی این رج این 4 تا پای بلندم رو میخوام با هم یکی کنم. روی اولی یک بلند نیمه، روی دومی یک بلند نیمه، سومی هم یک بلند نیمه، چهارمی هم یک بلند نیمه. این 4 تا رو با هم یکی میکنم. دوباره 3 تا زنجیره، روی پای بلندم یه بلند میزنم، روی داخل فضای 4 زنجیره‌ای 3 تا بلند میزنم. و فاصله 4 زنجیره 1 2 3 4 مجدد داخل همین فضای 4 زنجیره اینجا 3 تا بلند میزنم و روی پای بلندم دوباره یه دونه بلند میزنم. 3 تا زنجیره و این 4 تا پای بلندم رو با هم یکی میکنم. بعد از اینکه یکی کردم دوباره 3 تا زنجیره میزنم و روی این پای بلندها هر کدوم یه دونه بلند میزنم با فاصله 2 زنجیره. فقط تفاوتش اینه که نزدیک ادغامی که شدین 3 تا زنجیره میزنین. این قبل از ادغامی 3 تا، بعد از ادغامی 3 تا. این گوشه ها هم همینطور و گوشه ها هم که 4 تا زنجیره است. 3 تا پای بلند، 4 تا زنجیره و 3 تا پای بلند. روی پای بلند قبل از این 3 تا اینجا هم یه دونه پای بلند میزنیم که کنار هم میشه 4 تا. خب اینجا رو ببافین تا بریم برای رج 8. شروع رج 8. دوستان من رج 7م که تموم شد بست زدم و 3 تا زنجیره زدم به عنوان پای بلند ابتدای رجم و 2 تا زنجیره میزنم برای فاصله. روی این پای بلند ها هر کدوم یه دونه بلند میزنم با فاصله 2 زنجیره‌ای. یکی خب به این قسمت که رسیدم یه دونه بلند نزدیک این ادغامی میزنم داخل فضای 3 زنجیره‌ای، 2 تا زنجیره و یه بلند دیگه داخل فضای 3 زنجیره بعدی میزنم نزدیک ادغامی، 2 تا زنجیره و روی این 4 تا بلند هر کدوم یه دونه بلند میزنم. خب بعد این 4 تا بلند 2 تا زنجیره داخل فضای 4 زنجیره‌ای یه دونه بلند، 4 تا زنجیره، دوباره داخل همین فضا یه بلند، 2 تا زنجیره و روی 4 تا بلندم هر کدوم یه دونه بلند میزنم. دو تا زنجیره و
داخل فضای 3 زنجیره نزدیک ادغامی یه دونه بلند، 2 تا زنجیره و داخل فضای زنجیره بعدی بعد از ادغامی هم یه دونه بلند، 2 تا زنجیره و روی همه پایه ها یه بلند میزنم با فاصله 2 زنجیره‌ای. این قسمت رو هم توضیح دادم اینجا. خب این شد رج 8. این شد رج 8. ببافین تا انشالله بریم برای رج 9. شروع رج 9. خب رج 9 رو هم با 3 تا زنجیره شروع میکنم. 2 تا زنجیره برای فاصله و روی این پایه ها هر کدوم یه دونه پایه بلند میزنم با فاصله 2 زنجیره. تا اینجا من ببافم. خب به این قسمت که رسیدم 3 تا زنجیره میزنم بعد از پایه بلند و این 4 تا پایه بلند رو با هم یکی میکنم. روی هر کدوم یه بلند نیمه میزنم. خب این 4 تا رو با هم یکی میکنم. 3 تا زنجیره روی پایه بلندم یه دونه بلند میزنم. این بار 2 تا زنجیره میزنم و داخل فضای 4 زنجیره یه دونه بلند، 4 تا زنجیره و داخل همین فضا مجدد یه دونه بلند میزنم، 2 تا زنجیره و روی پای بلندم یه دونه بلند میزنم. 3 تا زنجیره و این 4 تا پای بلند رو با هم یکی میکنم. بعد از ادغامی 3 تا زنجیره و روی پای بلند ها هر کدوم یه دونه بلند میزنم با فاصله 2 زنجیره‌ای. فقط 3 تا زنجیره ها قبل از ادغامی و بعد از ادغامی هستش. خب این رجم ببافین تا بریم برای رج 10. شروع رج 10. خب رج 9 هم تموم شد. بست زدم به پای بلند ابتدای رجم. خب بعد از بست یه زنجیره میزنم، یه پای کوتاه روی همین پای بلندم میزنم، همین جایی که بست زده بودم. دو تا زنجیره روی پای بلند بعدی هم یه کوتاه، 2 تا زنجیره روی بلند بعدی یه دونه کوتاه، 2 تا زنجیره رو پایه بعدی هم همینطور یه کوتاه، 2 تا زنجیره و رو پایه بعدی یه کوتاه، 2 تا زنجیره رو پایه بعدی یه کوتاه، 2 تا زنجیره و داخل این فضای 3 زنجیره یه کوتاه نزدیک این ادغامی. دو تا زنجیره و بعد از ادغامی هم داخل فضای 3 زنجیره یه کوتاه، 2 تا زنجیره و روی بلند، روی پای بلند یه کوتاه، 2 تا زنجیره و روی پای بلند بعدی هم یه کوتاه، 2 تا زنجیره و داخل فضای 4 زنجیره یه کوتاه میزنم، 2 تا زنجیره مجدد داخل همین فضا یه کوتاه، 2 تا زنجیره و روی همه پایه ها یه کوتاه میزنم با فاصله 2 زنجیره‌ای. این قسمت ادغامی رو هم اینجا گفتم به چه صورت هستش. ببینید داخل فضای 3 زنجیره یه کوتاه، 2 زنجیره و داخل فضای 3 زنجیره بعدی هم یه کوتاه مثل اینجا. خب این رج 10 رو ببافین تا بریم برای رج 11. شروع رج 11. ببینید دوستان اینجا رج 10 که تموم شد 2 تا زنجیره آخر رو میزنم، بست میزنم روی پای کوتاه ابتدای رجم. اینجا 3 تا زنجیره میزنم و داخل فضای 2 زنجیره‌ای یه دونه پای بلند نیمه میزنم.
روی پای کوتاه هم اینجا بعد از زنجیره روی پای کوتاه یه بلند نیمه میزنم. این 3 تا رو با هم یکی میکنم. 3 تا زنجیره میزنم. میخوام پیکوت بزنم. شما همین 3 تا زنجیره رو میتونین بزنین یا مثل من میتونین 4 تا زنجیره بزنین. خب بعد از دیواره روبروی همین ادغامی که انجام دادم 3 تا پای بلند قلاب رو وارد میکنم. ببینید از اینجا و نخ میگیرم میکشم و بست میزنم. دوباره 3 تا زنجیره و بست میزنم روی پای کوتاه. ببین این فضای 2 زنجیره‌ای رو رها میکنم. داخل پای کوتاه یه دونه بست میزنم به این صورت. خب دوباره 3 تا زنجیره روی پای کوتاه بعدی اینجا فضای 2 زنجیره‌ای رو رها میکنم. روی پای کوتاه یه دونه بلند نیمه، داخل فضای زنجیره‌ای یه بلند نیمه و روی پای کوتاه بعدی یه بلند نیمه و این 3 تا رو با هم یکی میکنم. دوباره 3 تا زنجیره که من 4 تا میزنم و پیکوت میزنم. از دیواره روبروی این ادغامی قلابم رو میندازم، نخ میگیرم میکشم و بست میزنم. مجدد 3 تا زنجیره و روی پای کوتاه بعدی بعد از این فضای 2 زنجیره اینجا یه دونه بست میزنم. ببینید اینجوری میشه و دوباره 3 تا زنجیره داخل روی پای کوتاه بعدی اینجا یه بلند نیمه، داخل فضای 2 زنجیره یه بلند نیمه و روی پای کوتاه بعدی هم یک بلند نیمه و این 3 تا رو با هم یکی میکنم. 3 تا زنجیره برای پیکوت، سه تا زنجیره دوباره و روی پای کوتاه بعدی اینجا یه دونه بست میزنم. 3 تا زنجیره و به این گوشه که رسیدم روی پای کوتاه یه دونه بلند نیمه، داخل فضای 2 زنجیره یه بلند نیمه و روی کوتاه بعدی هم یک بلند نیمه. این 3 تا رو با هم یکی میکنم. 3 تا زنجیره میزنم برای پیکوت، 3 تا زنجیره و بست میزنم داخل این فضای 2 زنجیره‌ای. اینجا 3 تا زنجیره و روی پای کوتاه اینجا یه دونه بلند نیمه، داخل فضای 2 زنجیره یک بلند نیمه، روی پای کوتاه هم یک بلند نیمه. این 3 تا رو با هم یکی میکنم. 3 تا زنجیره که من میگم 4 تا میزنم. دوباره پیکوت میزنم و 3 تا زنجیره و بست میزنم روی پای کوتاه. گوشمون به این شکل در میاد و ادامه بافت دیگه. دوستان به انتهای رج رسیدم و آموزش اینجا رو هم بگم. ببینید آخرین ادغامیه که زدم 3 تا زنجیره میزنم، 4 تا زنجیره میزنم و پیکوت رو میزنم، بست میزنم و 3 تا زنجیره و بست میزنم روی پای کوتاه آخرم اینجا. دوباره 3 تا زنجیره و بست میزنم روی ادغامی ابتدای رج و اینجا نخمو کات میکنم و این انتهای بافتمون بود.
موفق باشین.